بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما بینندگان اهل دانش و معرفت به شبکه پندنامه خوش آمدید. امروز نیز مهمان سعدی شیرازی هستیم با حکایت 28 از کتاب شریف گلستان سعدی شیرازی، باب اول در سیرت پادشاهان. حکایت بسیار پندآموز و پندهای بسیار بلند و خوبی دارد. درویشی مجرد به گوشه صحرایی نشسته بود. یک درویش، یک انسانی اهل دل و صاحب دل در یک صحرا به تنهایی نشسته بود. مجرد بودن یک مرحله از عرفان است، از خداشناسی است که دیگر انسان هیچ علاقه‌ای به مال و ثروت و نعمت‌های دنیوی ندارد. یکی از پادشاهان بر او بگذشت. همچنان که این درویش تنها نشسته بود، یک پادشاه از نزد او گذشت. درویش از آنجا که فراغ ملک قناعت است سر بر نیاورد و التفاتی نکرد. درویش هیچ توجهی به پادشاه نکرد. حال اگر شخص دیگری بود بلند میشد و احترام میکرد و ادب میکرد و شاید در بعضی جاها هم چاپلوسی کند، اما درویش هیچ توجهی نکرد. سلطان از آنجا که سطوت سلطنت است به هم آمد و گفت. سلطان دید که این شکوه و جلالی سلطنت دارد تهدید می شود. گفت این طایفه خرقه پوشان امثال حیوانند و اهلیت و آدمیت ندارند. خرقه یک لباس است که تنها دارایی درویش در جهان است. درویش به غیر از این خرقه که در تن دارد هیچ چیز دیگر ندارد. پادشاه گفت که این خرقه پوشان مانند حیوان هستند، آدمیت و انسانیت در وجود آنها نیست. وزیر نزدیکش آمد و گفت ای درویش، پادشاه وقت بر تو بگذشت، چرا سر بر نیاوردی و شرایط ادب به تقدیم نرساندی؟ وزیر آمد پیش درویش گفت که پادشاه از پیش تو گذشته است، چرا توجه نکردی؟ چرا ادب نکردی؟ چرا تعظیم نکردی؟ درویش دو پاسخی حکمت آمیز می دهد. گفت ملک را بگوی توقع خدمت از کسی دار که توقع نعمت از تو دارد. گفت ادب می خواهی، خدمت می خواهی، از کسی بخواه که تو به آن نعمت می دهی. من به تو نیازی ندارم، چرا باید به تو خدمت کنم؟ و دوم، دیگر بدان که ملوک از بهر پاس رعیتند، نه رعیت از بهر طاعت ملوک. گفت به پادشاه بگو که این پادشاه است که باید به رعیت و مردم خدمت کند، نه این که مردم و رعیت از پادشاه اطاعت کنند. پادشاه پاسبان درویش است، گرچه نعمت به فر دولت اوست. این پادشاه است که باید از درویش به درویش خدمت کند، گرچه نعمت بسیار دارد، دولت دارد، قدرت دارد، ثروت دارد. تمام آنها را باید صرف مردم کند و به مردم خدمت کند. گوسفند از برای چوپان نیست، بلکه چوپان برای خدمت اوست. چوپان همیشه به دنبال گوسفند می دود و به گوسفند خدمت می کند. یکی امروز کامران بینی، دیگری را دل از مجاهده ریش. روزکی چند باش تا بخورد خاک مغز سر خیالاندیش. یک نفر را امروز کامران می بینی، یک نفر دیگر از فقر و نداری دلش خون است. میگه چند روز صبر کن تا خاک مغز انسان را بخورد. فرق شاهی و بندگی برخاست، چون قضای نبشته آمد پیش. هیچ فرقی بین شاه و گدا نیست، زمانی که مرگ به سراغ آنها می آید. بالله اگر خاک مرده را باز کنند ننمایند توانگر از درویش. گفت والله که اگر خاک مرده را باز کنی و خاک قبر را باز کنی، هیچ فرقی بین درویش و پادشاه نیست.
و نمیفهمی که این کسی که در قبر است آیا درویش بوده است، آیا فقیر بوده است یا پادشاه بوده است. ملک را گفتار درویش استوار آمد. گفت چیزی از من بخواه. پادشاه دید که این انسان بسیار خردمند است. گفت ای درویش، از من یک چیز بخواه تا من برای تو انجام دهم. گفت میخواهم دیگر به من زحمت ندهی. گفت میخواهم از اینجا بروی، مرا به حال خود رها کنی، من به تو نیازی ندارم. پادشاه گفت پس مرا پندی بده. پادشاه گفت که پس مرا یک نصیحت کن. درویش گفت دریاب کنون که نعمتت هست به دست، که نعمت و ملک می رود دست به دست. گفت این نعمت را دریاب. اکنون پادشاه یک کشور هستی، اکنون در یک شهر، در یک قشلاق، در یک شهر بزرگتر، در یک ولایت منصب داری، در یک کشور قدرت داری. این نعمت است. چگونه نعمت است؟ از این قدرتت باید استفاده کنی تا به مردم خدمت کنی. از این قدرت و ثروت باید استفاده کنی تا رضایت مردم را جلب کنی. از این قدرت باید استفاده کنی نه به خاطر این که برای خودت ثروت جمع کنی و قدرت جمع کنی. باید به مردم خدمت کنی و رضایت خداوند را که در رضایت مردم است جلب کنی و دست بیاوری. که نعمت و ملک می رود دست به دست. که نعمتی که الان داری از دست تو می رود و به کسی دیگر می رسد. زمانی که مرگ به سراغ تو بیاید از تو نمی پرسد که منصب داری، قدرت داری، پرزیدنت هستی، پلیس هستی. مرگ به سراغ تو بیاید کارت در این دنیا تمام است. پس باید دقت کنی که این قدرت و ثروت را در چی راه صرف میکنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.